سلام، وقت شما بخیر. به برنامه موج از آن خوش آمدید. برگزاری سومین نشست دوحه تا 1 ماه و 7 روز دیگر. ملل متحد نشست سوم دوحه را در 30 جون و اول جولای برای 2 روز برگزار می کند. در آستانه برگزاری نشست، معاون سیاسی ملل متحد و وزیر خارجه قطر به افغانستان سفر کردند و با طالبان گفتگو کردند. گفته می شود طالبان در این نشست اشتراک می کنند و ملل متحد از نمایندگان جامعه مدنی نیز دعوت کرده است. گفته می شود در این نشست آجندا دست خورده است و روی آینده و مسئله حکومت عبوری صحبت نخواهد شد. با این حال از این نشست چه توقعی می توان داشت؟ چه چیزی سبب شد ملل متحد در برابر طالبان به یک شکل عقب نشینی کند؟ اگر نماینده ویژه ملل متحد در این نشست گماشته نشود، آیا احتمال این هم می رود که ملل متحد از تعیین نماینده دست بکشد؟ در موج امشب من عبدالمطلب راجی با مهمانانم میرویس غیاسی، دیپلمات پیشین، و سانگ صدیقی، آگاه سیاسی به این موارد میپردازیم. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به بحث. آقای غیاسی، بحث را با شما شروع میکنیم. اما قسمی که من پیشتر گفته میشه که طالبان در این نشست اشتراک میکنن. البته ای پس از سفر معاون سیاسی ملل متحد به افغانستان است و سفری را که حالا وزیر خارجه قطر هم به افغانستان داشته و گفتگوهایی را که با طالبان داشتن. اگر طالبان هم در این نشست اشتراک میکنن، طبیعی است که خواستها و درخواستهای خودشان داشتن. چه توقعی میتونیم داشته باشیم از این نشست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام با شما بینندگان عزیز و خانم صدیقی. من قبل از اینکه وارد جواب و پاسخ سوال شما یک فرمول با یک مثال اینجا وضع میکنم در روشنایی از او بحثی ما آسان میشه. شما موادی را که در خانه، مواد غذایی را که دم دست با مصرف ضرورت ندارین و زیاد است، او را شما در فریزر میگذارین. ممکنه فریزر برای 1 هفته، برای 1 ماه، برای 2 ماه، برای 1 سال او را فریز میکنید. و قضیه افغانستان بلا تشبیه از همه قضایای است در دنیا. باز من مثال هایش اینجا نشان میدم که قدرت های بزرگ مثل امریکا، روسیه، چین، اونا مصروف کاروبار و مسائل مهم دیگری هستند. قضیه افغانستان بعد از موافقتنامه دوحه اونا فریز کردن. وقتی که شما یک چیز فریزر میکنین، شما ضرورت دارین که برق و فریزر همیشه کنترل بکنین، یگان بار خبر بگیرین که مواد فاسد نشوه. و اگر خودتان هم در خانه نباشید، برای همسایه میگین که بازم فریزر ما را یک دفعه خبر بگین. این بلا تشبیه از نگاه فلسفی قضیه افغانستان همین جور قضیه است. فعلا مسئله افغانستان قبلا ما پیش بینی گفتم برای 5 سال فریز شده، ولی حالی پیش بینی شاید 7 سال تا 10 سال فریز شد. این نظام دیفکتوی طالبان با همین قسم با همین تعامل دنیا باقی میمونه. و این مسئولیت هایی که ملل متحد شب و روزی میکند، هر 2 ماه بعد یک جلسه میگیره، یک دفعه نماینده تعیین میکنه، با شورای امنیت سر از این جلسه میگیره، باز موافق میشه و نمیشه. در میگه 3 سال 3.5 سال گذشت، باقی 3.5 سال دیگه هم در میگه دیر میشه. این مسئله فریز شدگی است. فعلا در دسترس کار و حل قدرت های بزرگ فعلا نیست مسئله افغانستان. چی چیزی یعنی باور شما ای است که قضیه افغانستان حالا فعلا یخ زده شده و در گویا با تعبیر شما، با تعبیر فلسفی که شما دارین، در فریزر مانده شده و میخواین تا 7 سال دیگه او را نگهداری بکنن؟ پس از این جلسات توقعی شما ندارین؟ هیچی. دقیقاً همون چیزی که ما گفتم بلا تشبیه 100% همون چیز است. این جلسات همون کارهای روتینی است که ادارات ملل متحد که مسئول قضیه هستند، همون قضیه همون برق از او را کنترل بکنه و مواد خبر بگیره که همین قضیه فاسد نشه ولی فریز بانه. از این چیزا هیچ چیز بر نمیاد. اینا ببخشید دیگه با بزرگواری داشت شما نه، ولی مدیای دیگر رو میبینه بسیار بزرگسازی میکنن که نشان بدن که قضیه افغانستان در این کنفرانس، در کنفرانس بعدی دوحه، شما از همین حاضر یادداشت کنید 10 کنفرانس دیگر در دوحه شده شود، ولی قضیه افغانستان از بنیاد اساس حل نمیشود. سر این مسائل روتینی روزمره میپردازن، نه نظام تغییر میکنن، نه شکل نظام تغییر میکنن، نه هیچ چیزی اساسی تغییر نمیکنه. چه چیزی به نظر شما با سبب شده تا ملل متحد در برابر طالبان یک چنین شکل، اگر بتونیم عقب نشینی بگیمش، به یک چنین شکل عقب نشینی میکنه و از اون خواستهای اساسی را که مردم افغانستان دارن و خودشان بارها گفتن، حکومت همه شمول، مسئله حقوق زنان و این موارد، آیا این را میتونیم یک عقب نشینی بدانیم یا یک به نحو تعامل؟ این عقب نشینی از سال 2021 از همون
15 آگوست دیگه یا آغاز نشد، اما قیدش زده شد، قلف فریزر زده شد. از همون وقت است در 20 سال گذشته تعاملی که جامعه جهانی بسیار تعامل فوق العاده با جامعه افغانستان، با مردم افغانستان، با حکومت افغانستان داشت، یک ناامیدی را خلق کرد. ولی فعلا دیدن که ما از حل قضیه افغانستان با شکل بنیادی و اساسی عاجز هستیم. از اون وقت شروع شده آن هم یک قدم کنایه میکنه که نظام دیفکتو که اونجا است، یک سرپرست باشه، یک مردم یک اداره داشته باشه، یک کنترلی باشه، یک امنیتی باشه، یک نظمی باشه و ملل متحد هم کارا روزمره خود پیش برده بتونه. فقط برای همین. بسیار زیاد شکر. همون 25 کشوری را که در نشست اول و دوم دعوت شده بودند دعوت شدن، گفتم میشه نظر به معلوماتی که برای ما رسیده و نماینده های از اعضای جامعه مدنی افغانستان می باشند و طالبان هم اشتراک میکنند تا جایی که ما معلومات داریم. خب آنچه را که روی صحبت میشه مسائل اقلیمی و مسائل بانک جهانی و مواردی را که در افغانستان باید صورت بگیره باشه. میخوایم هرچند که شما باورتان نیست که قضیه افغانستان به صورت یخزده شده، اما اگر این نماینده ویژه برای افغانستان تعیین نشود چی اتفاقی قرار است بیفته؟ چی میشه پس قضیه زنای افغانستان، حکومت عبوری، مردم افغانستان چی میشه قضیهشان؟ از قضا ما امروز یک سخنان 50 دقیقه‌ای جدیدی امیرالمومنین ملا هیبت الله را شنیدم تا آخر بسیار گوش کردم، بسیار نکات عمده در او بود با استفاده از امو. اگر نماینده ملل متحد تعیین شود یا نشود هر دو طرف قضیه مساوی است، از نگاه منطقی مساوی است، هیچ تأثیری در تغییر روش اداره و حکومت طالبان نداره. من سخنان را جدید یک دو روز پیش کرده شنیدم و آدم تصمیم گیر قطعی، بسیار صحیح، بسیار خوب و بسیار فصاحت زبان این مسائل همه علاجی کرده و این مسائل اشاره کرده. هیچ تأثیری نداره، فقط امو اسکیجول کاری ادارات ملل متحد با تعیین یک نماینده یک کمی رونق‌تر میگیره که اونا روزانه رسمیات زیادتر پیدا میکنن میروند مثلا در ترکیه و در اروپا و امی نهادهایی را که یا اشخاصی را که مربوط به نهادهای سابق سال جمهوریت که این جواله ها بودند و مرتبط با نهادهای استخباراتی غرب هستند برای مصروفیت ذهنی همون بیچاره‌ها که بسیار گاه خسته هستند و نام نمیگیرم یک گروه. پس طالبان از چی میترسن آقای غیاضی؟ طالبان از چی میترسن پس در این میان؟ اگر قصه اینطور است که شما میگین، از چی میترسن که مخالفت دارن با تعیین این فرستاده برای افغانستان؟ طالبان از این چیز نمیترسن، میخوان چالش بدن، نماد قدرت خود نشان بدن که ما چیزی را نخواهیم نمیشیم. با یک کلمه خلاصه یعنی شما میگن حال اون چالنجی را که طالبان به ملل متحد و به جامعه جهانی داده در اون چالنج پیروز شده و داره به سمت پیروزی میره، فکر میکنین که ملل متحد از این موضوع پایان بیاید در این نشست و با تعیین نکردن نماینده ویژه اما دیدگاهش تغییر بده و حتی این نام را تغییر بده، شاید به یک نام دیگه بخواد کسی تعیین بکنه به افغانستان؟ این چیزایی هم احتمالش میره؟ چالنجشان بسیار موردی براتون مثال چالنجشان موفق بوده تا پیروز بودن طالبان. جامعه جهانی 42 میلیون علنا برای از نام میده در بخش استخباراتی که میتونم را من نمیدونم این دو ادامه دارد. کمک های بشری در افغانستان سرازیر میشه که به نفع اداره دیفکتو یا چیزی امارات چی بشه. علاوه از این پول 2.5 میلیارد پول افغانستان که به سوئیس انتقال دادن از فایده بو پول برای مصارف اوراق بهادار یا اسناد بهادار برای طالبان استفاده میشه. پول چاپ پول افغانی، پول چاپ پاسپورت که آقای انورالله که از اعضای سگانه او نهاد است برای از اونها داده میشه. تا حال فشار از اونها موفق بوده و ملل متحد هیچ کاری را برخلاف از اونها کرده نتونستن، نه سفاره از اونها جلوگیری کرده دارستن، نه کدام التیماتومی برای از اونها خلق کرده دارستن. برعکس در جلسه قبل دعوت اونها را رد کردن. ملل متحد برای از ما عذر میکنه که شما فقط محض یک اشتراک بکنید. اشتراک کردن طالبان به این است که در این جلسه رسمیت بده و طالبان امیر هم به اشتراک بکنن، با اجنده خود اشتراک میکنن و موفق هستند. باز یک مورد دیگه اینجا هست که در حال سوال جواب نمیدم، اگر با شما خواستین که امی فریزر یک جای کارش میرنگه، یک جای کار فریزر میرنگه و یک لاین بر کسی مشکل داره که خطری از این میره و که لاین بر قطع شما و این فریزر انفجار کنه یا خراب شود مواد از این. باز اگر شما خواستین با خاطر که وقت نگیرید باز براتون توضیح میدم. دیگه هیچ مشکلی فعلا تهدید نمیکنه فریزر.
استادم بسیار تشکر. آقای قیاسی، میخوام از شما بشنوم که اون موردی که میتونه این پلان 5 تا 7 ساله را که شما بهش اشاره داشتین، گفتین جهان داره و میخواد که مسئله افغانستان را برای 5 تا 7 سال به همین منوال نگاه بکنه، چی است که تهدید میکنه اون فریزر را؟ اون فریزر عبارت چیزی که تهدید میکنه یک از ویروهای بسیار اساسی بنیادی از او دولت پاکستان و استخبارات و نظامیای پاکستان هستند که همه توقعاتشان از اداره طالبان اون قسم بود برآورده نشد. فعلا مابین از اون بسیار کشگیری بسیار قوی جریان داره و او ولتاژ برقی را که به کابل اینا داده بودن با فریزر داده بودن پاکستان از او راضی نیستن، به خاطر کم کردن از حتی میخواستن که مکمل قطع بکنن، ولی او نماینده شورای امنیتی امریکا آمد پاکستان را به کار نماند، ولی پاکستان فعلا یک رایزنی سیاسی نظامی در کشورشان دارن. بعضی مردم را اونجا خواستن یک تایید هستن، ولی در این حد پاکستان را امریکایی قناعت دادن که شما اگر به عنوان یک فشار یا یک تحول داخلی نسبی در داخل اداره طالبان کار کردن میتونید بکنید، ولی برای تغییر نظام یا مکمل مواد از فریزر شما بیرون بکشید ما اجازه براتون نمیدیم. اون یگانه موردی که تهدید میکنم کشور پاکستان است. واقعی یک توافق نانوشته شده برای فریزر کردن قضیه است که یک به خاطر روشن کردن موضوع سه قضیه دیگر هم یاد میکنم، فقط وقت نمیگیرم. از جمله قضایایی که فعلا در مسئله ملل متحد سریده است برای چند سالی محدود از 5 سال تا 7 سال یا 10 سال که در فریز است، مسئله لیبیا است، مسئله برما است، مسئله افغانستان است، مسئله کوسوو است. شاید دیگر قضایا را در دنیا باشه که این هم تو نگاه کردن. حتی در جامعه جهانی در نظم جهانی امروز ما قضایایی داریم که برای یک قرن برای 70 سال ما را فریز کردن، چون قدرت‌های بزرگ دنیا به اون مسئله موافق نیستند. این مسئله فریزر مونه، مسئله کشمیر، مسئله صحرای غربی در مابین المغرب و الجزایر، دیگه مسئله تایوان که چین میخواد که او را کمی بازم شورش بده. این تو قضایا زیاد از دنیا که برای یک قرن برای 50 سال برای 30 سال چی میشه، ولی مسئله افغانستان در فریزر هم 5 ساله تا 10 ساله ملل متحد نه، البته امریکا و روسیه و اینهاست و اگانا وایلی که او را تهدید میکنه پاکستان است و تحرکاتی که پاکستان در مقابل طالبان میکنه. اما اون لاین قدرتی را که شما گفتن، اون یک لاین اتصالی را که بیاره برق بده به اصطلاح با اون فریزر را که شما باش مثال میتین که طالبان همی وضعیت را نگاه بکنه، اون چی است که به دست پاکستان است؟ او به دست پاکستان است، بحثی که پاکستان است که پاکستان رو تهدید میکنه، ولی اصل لینا امی ملل متحد از نگاه نوشتاری که در قوانین نشسته دیگه گپ است، ولی از نگاه واقعیت در طول تاریخ تاسیسش یک پسخانه یا آرشیفی بوروکراسی کشورهای غربی و امریکا و انگلیس و فرانسه اینا بودن. در بعضی وقتا روسیه و چین اینا این یک آرشیفی بوروکراسی است. هر قضیه را که اینا نخواهند بکنن دعواشو محول میکنن در ملل متحد رو و قضیه حل شده میمونه. فعلا اون لاین و وایل یا همون برق فریزر در ملل متحد است، ولی پاکستان چون به خاطر تاثیر زیادی که در طول تاریخ قضای افغانستان در 50 سال داشته پاکستان را تهدید میکنه، ولی من متأکد نیستم 100% را تهدید کنه، ولی یک تهدید هست. وقتی میگن پاکستان تهدید میکنه، پاکستان اگر تهدید میکنه به این معنی که پاکستان کوشش است که اینا از فریزر برای بیرون یا وضعیت تغییر بکنه به نفع طالبان یا در خلاف جهت طالبان؟ با زبان ساده بگم پاکستان ها در یک ماه آخر تصمیم گرفتن که بخیر درباره تغییر نظام فکر کنن، تغییر رژیم فکر کنن یا از داخل یا از کودتا و کفا، ولی امریکایی‌ها گفتن که عملاً اونجا گفتن که نه فعلا همین فریز کردن از اونها صحیح است، فریز بودن مثلا افغانستان صحیح است، ما برای یک تحول کوچک برای شما اجازه میدیم که از داخل طالبان یا نیروهایی را که فشاری نظامی و اجتماعی بر طالبان داره اینا را فعال بکنید. پاکستان فعلا فعال کرده است، یعنی برخلاف طالبان با منافشان نه. درست. پس این به ایمان است که یک تغییر بسیار کلان حداقل در روی کرده یکی از حامیان طالبان در 20 سال گذشته با وجود آمده که احتمال ازی وجود داره که با طرفهای ضد طالبان هم دست شوند و در برابر طالبان ایستادگی یا یک جنگ شروع شود.
یک جنگ کلانتر به پیمان کلان. طالبان کار با متحدین خود با کسایی که با طالبان میتونن مثلا مخالفت کرد رایزنی کردن در طول یک سال گذشته 6 ماه گذشته بسیار فعال بودن. منتها چون دست اساسی از نظر اقتصاد دست اساسی پاکستان از زیر سنگ مسئله اقتصادی و کمک‌های نظامی و اقتصادی امریکاست، به این خاطر نمیدونن بدون اجازه آمریکا کار بکنن، ولی در هر صورت تهدید هنوز به حال خود باقی است. با تحول به معنای 100% نه، ولی تا آمریکا اجازه نده پاکستانی‌ها این تحول 100% آوردن نمیتونن. اما چیز دیگه که بسیار مهم است که طالبان چی چیزی پیشکش میکنن به ملل متحد و جامعه جهانی که اونا بتونن این به اصطلاح نرمش را با طالبان نشان بدن. خب برای ملل متحد قاعده های مشخص داره که باید به اساس از او برخورد بکنه. مسائل حقوق بشری در اولویت از او قرار داره که طالب به هیچ کدام از او پابند نیست. با اساس چی حداقل اگر بخواین همین قضیه را یخ زده هم نگاه بکنن، با اساس چی همین تصمیم را میگیرن؟ بعد یا ما مثال زیاد داریم، یک مثال دیگه میدم اینجا. همین ازدواج دو قسم است. یکی ازدواج که کس با کس ازدواج میکنه سند نکاح نداره، در اونجا با مشکل بار میخوره، ولی ازدواج چون ازدواج قانونی است. همین روابط طالبان با غرب با ملل متحد همین قسم یک روابط است. این روابط وجود داره، هیچ چیزی را در افغانستان غرب کم نکرده، هیچ کمکی را کم نکرده، هیچ تعاملی را با طالبان کم نکرده، هیچ فشار را با طالبان، فقط سند وجود نداره. طالبان تلاششون هست که سند را بگیرید، ولی طالبان به خاطر دستی بالا دارن که در توافق نامه دوحه مسئله حقوق بشر، مسئله تعلیم زنها و دیگرها اصلا در این معاهده نیست. ولی طالبان با ملل متحد میگن معاهده را ما پیش شما ثبت کردیم، همین سند رو ثبت کردیم، این سندی که نیست، چیزی که ما با اون ملزم نیستیم. میمونه مسئله قوانین ملل متحد، منشور ملل متحد و بعضی قوانین دیگه که افغانستان ملزم به او هست. اداره طالبان میگه ما خلاف منافع ملی ما است، خلاف اسلام است، خلاف دین است، خلاف برداشت ماضی است، مثل گروه شمالی ولی ما قبول نداریم. از یا حقوقی اینا در بند هستن، ولی از دیگه واقعی تعامل هم یک نکاح وجود داره و تعامل به پیش میره. طالبان همین را میخوان که اما ببخشید آقای قیسی، اما برخورد ملل متحد با طالبان آیا مانند برخورد ملل متحد با کره شمالی است یا نه؟ از اون فراتر است. کره شمالی کمک فوق‌العاده نمیکنه با افغانستان، با طالبان حضور میگیره و میره و بسیار محترمانه دست خود بهشون کشان میکنه، بسیار کبار از اون لبیک میگه، سر هیچ کشان نمیره. سر کره شمال خو هزارها صدها اشتباه نمیگم صدها تا حال تحریم وجود داره. و می خاطر همین پرسش مطرح کردم که اگر بحثی باشه که دو تا را با هم دیگه مقایسه بکنیم، خب کره شمالی در یک وضعیت کاملا دیگری قرار داره، اما این طرف با طالبان که تا سطح معاون سیاسی ملل متحد میره و باشون صحبت میکنه. بله گپ دمیش همین تناقض در اینجا وجود داره. بعدم کره شمالی رسمیت داره، در ملل متحد نماینده داره، سفارتخانه در کل جا داره، نماینده‌اش رفته میتونه همگی رو رسمیت داره. اما برعکس مثل ایران واریم، ایران مثال نشان میدیم، اما تعلیم ملل متحد است، تعلیم قدرت بزرگ است. اما برعکس این شانس، این بگویم افتخار یا این سهولت در طالبان است که از تمام مزایای این گپ‌ها بدون از اینکه دولت باشند، بدون از اینکه رسمیت شود برخوردار هستند. همین تناقض من تعجب است. اما در این میان این ضعف گروه های مخالف طالبان را هم نشان نمیده که هیچ دستاوردی نداشتن حداقل در این 2.5-3 سال که بتانن یک طرف برای جامعه جهانی باشن. اینجا هم یک واقعیت، یک مثال واقعی را برنامه ذکر میکنم، گپ سیاسی نیست. نیروهای مخالف طالبان اکثر شخصیت ها، نهادها، آدرس هایی که با طالبان مخالفت میکنن حیثیتی استادا را دارن که در امتحان کنکور ناکام ماندن. اونا در طول تاریخ زندگیشون در مقابل ملت افغانستان، در مقابل جامعه افغانستان، در مقابل جامعه جهانی اونا ناکامترین، صفرترین، سیاه‌ترین پارچه دارن. ولی خاطر شما یک کسی را که در پارچه صفر داره که پس دوباره اونا پروفسور مقرر نمیکنید. حتی به معنای واقعی کلمه فعلا طالبان مخالف سیاسی ندارن. این مخالفتی که دعوا میکنن اینا اصلا برای ما که شاید بسیار از دوستان ما قابل پذیرش نیستند. بسیار تشکر. برای خاطر یک فیلم ناکام است، یک آدرسی وجود نداره که فعلا طالبان را چلنج بکنه. این تو آدرس ما نمیدید. ممنون، بسیار زیاد تشکر آقای قیاسی از حضور شما در برنامه. سلام. بیننده عزیز، تشکر از شما هم که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.